این یک غذای خوشمزه با طعمی دلچسب مربوط به جنوب کشورمون، قلیه ماهی بوشهری. برای تهیه قلیه ماهی بوشهری من از یه ماهی استفاده کردم، یه مقدارشو پوستشو گرفتم. بعد برای مزه‌دار کردن اونها باید اونها رو توی ظرفی بریزیم. یه مقدار نمک به اندازه ذائقتون، یه مقدار پودر سیر، میتونین از سیر تازه هم استفاده کنین، زردچوبه و فلفل سیاه. بعد یه مقدار اینا رو مواد رو به خوردش میدم تا تمام ماهی آغشته بشه به موادمون و یا به قولی مرینیت بشه، مزه دار بشه. یه مقدار از پودر ادویه ماهی که خودم درست کرده بودم قبلا و لینک اونو هم براتون همین بالا میذارم، روی اون مالیدم و بعد اونو برای دست کم 2 ساعت میذارم تا مزه دار بشه. حدود 350 گرم گشنیز و یه مقداری تف میدم تا آبش گرفته بشه. بعد حدود 2 قاشق روغن به اون اضافه میکنم، یکم که سرخ کردم 2 قاشق چنبلیله خشک بهش اضافه میکنم و بعد باز با هم تفشون میدم و وقتی که سبزیمون تف خورد اونو از روی حرارت بر میدارم. یه دونه پیاز بزرگ و نگینی ریز خورد میکنم، میتونین رنده هم بکنین. ولی وقتی پیاز رو رنده میکنین یه مقداری آب میندازه. یه قوزه سیر رو خوردش میکنم. میتونین اینم از رنده استفاده کنین و رنده ریزش بکنین یا اینکه کاملا با کارد خوردش بکنین. یه تکه زنجبیل رو هم خورد میکنم. اینم کاملا خورد میکنم، اما اینو دیگه توصیه نمی کنم که رنده کنیم. پیاز رو روی حرارت گذاشتم تا یه مقداری تف بخوره و طلایی رنگ بشه. بعد سیر و زنجبیل رو بهش اضافه میکنم. زنجبیل رو وقتی رنده میکنین ریشه هایی که توی زنجبیل هست بیرون میزنه و ظاهر خوشی نداره. یه مقدار زردچوبه و فلفل سیاه به پیاز داغمون اضافه میکنم. هم میزنم و پیاز داغ رو از روی حرارت بر میدارم. توی یه قابلمه پیاز داغ رو میریزم. همینطور سبزی سرخ شده رو به تابه اضافه میکنم و حدود 3 لیوان آب. بعد قابلمه رو روی حرارت میذارم تا بپزه. توی یه تابه جدا یه مقدار کمی روغن میریزم و ماهی ها رو که حدود 3 ساعت مزه دار شده توی تابه میذارم تا کامل سرخ بشه. ماهی 2 مرحله پخت داره در قلیه ماهی، یه دفعه باید سرخ بشه و یه دفعه توی قابلمه خورشمون بره. کامل 2 طرف ماهی ها باید سرخ بشه تا توی غذا باز نشه. اون قسمتی هم که پوست داره پوستش رو جدا میکنم. بعد از اینکه یه مقداری گرم شد و سرخ شد راحت برداشته میشه. 3 قاشق تمر هندی رو با مقدار کمی آب غلیظ باز کردم، صافش کردم و توی خورش میریزم. بسته به ذائقتون میتونین کم و زیاد بریزین.
یه مقداری هم نمک ریختم. حالا بعد از نیم ساعت یه مقداری خورشمون جا افتاده. ماهی هایی که کاملا سرخ شده 1 ربع آخر توی قابلمه میذارم تا یه مقداری طعم همدیگر رو به خودشون بگیرن و خورشمون یه دست بشه. فقط 1 ربع آخر. و این خورش قلی ماهی جنوب کشورمون بوشهره. با سپاس از این که با من بودین.